بیا هموطن نیم روی بخور، بکن مغز خود را ز اندیشه پر. که گویم کنون قصه چای را، همان بدتر از ترکمان چای را. آقا انگشت حیرت به دندون نگزید که این کوچیک شما توی این قهوه خونه دپشتی تو کانادا چی میکنه. بنده شنیدم مفسدان بدذات بارگاه سیدعلی همه راهی کانادا میشن. گفتم خب سری به این کانادا بزنم. به شهر تورنتو بدین خوب جای، گرفتم نشانی ز صاحب سرای. که برگو به من قصه دپشتی، که چی شد که اهل تورنتو شدی. بگفتا که من پور گلپا بودم، و داماد آن شیخ عظما شدم. مقصود از گلپا همون سرمفسد بیت بدذات سیدعلیه که این پور گلپا دخت عظما را هم بگرفته. آقا بیشین بقیه داستان رو بشنو. چونان قصه گویمت از فساد، که خیزد از آن کله‌ات دود و داد. نباشد نیازی که قلیان کشی، که دود از سرت اوج گیرد بسی. خلاصه به پور گلپا گفتم چی شد که قهوه خانه دپشتی رو در بلاد کفر بپا کردی. بگفتا که بی ارزه بودم بسی، ولی باب من بود بس ناکسی. آقا این پدر گلپای ناکس به من گفت ایران سماور شده، از آن دم که آخوند سرخر شده. حلال گشته هر رانتخاری تو را، دهد سود وام دلاری تو را. گرفتم من از بانک ارزان دلار، بدادم به مردم به 50,000. آقا 50,000 چیه دیگه؟ در اینجا 50,000 همون 50,000 خودمونه که از خیر سر فساد خمینی و پدرزن این بدذات و پدر نابکارش هر دلار معادل اون شده که در تنگنای قافیه 50 شده 50. بله، نه یک سیر چایی خریدم به در، شدم میلیاردر به هر کوی و شهر. 3,400,000 از دلار شده سود من اندرین روزگار. ترند جهانی شدم در فساد، که هلدینگ ها بس خریدم زیاد. مرا گفت عظما پدر سوخته، نکن خرج این پول اندوخته. به حیرت بگفتم چه سازم بدان، بگفتا که این راز را کن نهان. آقا جونم برات بگه که سیدل نسناس که این اختلاس تو جیب ساعتیش جا میشه و خودش خط به روزگاره یک دودی به هوا فرستاد و خارش کنان در گوش گلپای نابکار وزوزی کرد و شیخ گلپای ناتور به اندرون رفت و پسر را چنین فرمان داد. شده وضع عظمای ما زار و زار، که ما را سر آمد دگر روزگار. ز زور ستم ها که ما کرده ایم، ز بس خلق محروم آزرده ایم. فتم گر به دستان ملت اسیر، مرا خردتر تکه گوشم بگیر. گریزان شو اینک ز ایران زمین، به خاک کانادا اقامت گزین. بساز شعبه شعبه بسی دپشتی، تجارت کن از دپشتی اندکی. که چون سرنگون خواهد عظما شود، سوراخ موش وی هم مهیا بود. کنون دپشتی شد ترند جهان، منم خرترین مرد رند جهان. و قصه به سر رسید. تمام.